یا ابا عبدالله، شما رو مخیر کردن در اینکه این مصیبت رو بپذیرید. شما میتونستین به خدای متعال بگید من این مصیبت رو نمیپذیرم و به شما گفتن جایگاه بهشت شما تغییری نمیکنه و شما گفتید که از قبل این مصیبت چه چیز نصیب ما میشود. خدای متعال فرمودن الدعا تحت قبته الشفا فی تربته، قراره که بیان زیر قبه تو دعا کنن، دعاشون مستجاب بشه. قراره با تربت تو شفای دردهای جسم و روحشون رو بگیرن، قراره دعاشون مستجاب بشه، قراره شفاعت تو نصیبشون بشه، قراره هر کس آمد پیش تو جایگاهش بهشت باشه، قراره این طور باشه این طور باشه. حضرت فرمودن باشه میپذیرم. وقتی قرار شد که این مصیبت از قبل سید الشهدا علیه السلام پذیرفته بشه، گفتن برای شفاعت اینها، گفتن خب زنها رو چیکار میکنید؟ این که میشه بر شفاعت من. یعنی ان الله شاء یراهن سبایا، اونا به حسارت میرن که اون کسانی که از زنان مؤمنان شیعیان امیرالمؤمنینن اونا هم در واقع به شفاعت نمیشن. بزرگواران، به تعبیر خودم دارم میگم، سید الشهدا علیه السلام خیلی عیال باره. برید حرمش ببینید، دور و بر حرمش کیا میچرخن، چه آدمایی هست. خیلی خرجش سنگینه، خیلی خرجش سنگینه. خدا با کسی شوخی نداره. ولی امام حسین یه کاری کرد که آیه فرمود فقط در مورد سید الشهدا ولسوف یعطیک ربک فترضی. یا ابا عبدالله، خدا تو قیامت انقدر بهت میده تا راضی شی. هر چی بخوای بهت میده، هر کس رو بخوای میتونی ببری، به هر بهانه ای هر کس رو خواستی بردار ببر، اصلا در اختیار توست. ولسوف یعطیک ربک فترضی. و بساط قیامت جمع نمیشود تا امام حسین راضی بشود. لذا این دهی که داره میرسه و محرم و صفر، یکی از چیزایی که زمزمه میکنید با امام حسین این باشه که یا ابا عبدالله یه وقت شما روز قیامت راضی نشیم ما جا بمونیم، شما و محبانتون عزادارانتون بریم. و چون خانواده کرمن خیلی زود میپذیرن، بگید راضی نشیم اونجا ما جا بمونیم. و این میشه سید الشهدا علیه السلام که اگر مصیبتی هم به او رسید، خواستی بگی دستاورد عمل خودته، میگه بله خودم خواستم این مصیبتو، خودم خواستم، بلا تشبیه. مثل پدر و مادر که مصیبت میکشن، میگه عزیزم مصیبتو خودم خواستم، من برای تو خواستم این مصیبتو، میدونستم که تو به پای خودت به بهشت نمیروی، من میشم شفیع تو.